سلام بچه‌ها، به اولین ولاگ من خوش اومدید. این اولین تجربه کمپ منه. صبح حدود ساعت 5 بیدار شدم چون ساعت 6 قرارمون با بچه‌های کمپ بود. از اونجایی که من خیلی رابطه‌مون خوبه، با همسفرم نگار عزیز کلی جور شدیم. اولین پمپ بنزین همین باگاشونو پر کردم، بعدش راه افتادیم که حدود 3 ساعت زمان برد تا رسیدیم به یکی از جنگل زیبای چمستان. اولش که رسیدیم ازمون کلی پذیرایی کردن که اینجا توی بارشون انواع قهوه و نوشیدنی خنک تابستونی بود. بعدش من و چند تا از دوستام که اونجا تازه با هم آشنا شده بودیم رفتیم کنار رودخونه و با هم مدیتیشن کردیم. بعد از اینکه برگشتیم میز نهار رو چیده بودن. خلاصه که یه فضای کاملا صمیمانه و خانوادگی بود. اینم سهم نهار من. بعد از نهار یکم استراحت کردیم. بعدش میز اسرونه معروف بهنود رو چیده بودن که کلی ازش لذت بردیم. شبم که برنامه موزیک و آتش‌بازی بود و وای نگم براتون از شامش که من خیلی چسبید. بعد از شامم که با دوستای جدیدم کلی گپ زدیم و یکم ریلکس کردیم. صبحم که بیدار شدیم با این فضای خفن با صبحانه مفصل ازمون پذیرایی کردن.